سلام بر شما عزیزان جان. ای همسفران خاموش لحظه های شنیدن، خوش آمدید به مسیری که از دل واژه ها می گذرد و به عمق جان می رسد. هر زمان نسیمی آرام در گوش دل می وزد و ما را به سفری فرا می خواند. نه سفری با گام های زمینی که راهی به درون میان کوچه های بی پایان روح. در این راه هر واژه فانوسی خواهد بود و هر سکوت پلی برای گذر از تاریکی به روشنایی. اکنون بی شتاب و با دل آرام گام نخست را بردارید. همراه ما باشید در روایتی ساده و روشن که شما را قدم به قدم به عبور از 7 وادی عطار خواهد رساند. عضو کانال شوید تا هیچ لحظه ای از این سفر را از دست ندهید. سفری که پایانش آغاز دیداری تازه با خود شماست. نه مرادم نه مریدم، نه پیامم نه کلامم، نه سلامم نه علیکم، نه سفیدم نه سیاهم، نه چنانم که تو گویی، نه چنینم که تو خواهی، نه سماهم نه زمینم، نه به زنجیر کسی بسته و برده دینم. نه سرابم نه برای دل تنهای تو جام شرابم، نه گرفتار و اسیرم، نه حقیرم نه فرستاده پیرم، نه به هر خانقه و مسجد و میخانه فقیرم، نه جهنم نه بهشتم، چنین از سرشتم. به تو سر بسته و در پرده بگویم تا کسی نشنود این راز گوهربار جهان را. آنچه گفتند و سرودند تو آنی، خود تو جام جهانی. تو ندانی که خود آن نقطه عشقی، تو خودت باغ بهشتی. نه سرابم نه